در نتیجه گذراندن چهاربیون اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 47 ساله ساکن نویه مشجع با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی و سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 1 می سال 2024 تخمین ساعت 13:30 هنگام در خانه استقامتی پسر عمکش مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور قرار داشتنش با جنگ و جنجال نموده بعداً با بیل یک مرتبه به سر نامبرد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی، جراحت برداشته جبر دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی منسوب می باشد. اوید بین حادثه نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده قسم 1 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینا با عریضه مرد 41 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که سال 2022 مرد 44 ساله ساکن نویه شهرنو با راه فریب به باوریش در آمده خود را صاحبکار موفق معرفی نموده از او $20,000 امریکایی گرفته وعده داده است که در نویه شهرنو یک خانه استقامتی از بنای نوبنیاد گرفته می دهد. همین طریق بار دوم ماه دکبر سال 2023 با بهانه پیش بردن تجارت از او $14,000 امریکایی و یک عدد автомашین تمغه لکسوس را که ارزشش $25,000 امریکایی را تشکیل میدهد گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغ‌های او به او 200 متر مربع انشاءات غیر منقول یور رسان را در شهر ترسونزاده گرفته میدهد، اما نامبرده تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده با این کردارش به جبر دیده به مبلغ $59,000 امریکایی ضرر کلان مادی رسانیده است. اینچنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده ماه اکتبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомашین تمغه BMW را به مبلغ 190,000 سومانی خریداری نموده وعده داده است که مبلغش را در مدت 1 ماه به پورگی برمیگرداند، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.